جماعت دهات به نام سیدقل توردیوف ناحیه همدانی حدود 5000 اهالی دارد. از این دهه 6 مرد، 2 زن و 7 کودک در جنگ‌های سوریه و عراق اشتراک می‌کنند. از اینها 11 نفرش از یک عائله می‌باشند. این دهه همرز با افغانستان را با هر سال زیر سیل آب ماندن و مشغول شدن بعضی از ساکنانش به قاچاق مواد مخدر می‌شناسند. سلام یونوسوف، ساکن 76 ساله این ده، سابق دپوتات شورای عالی جمهوری شوروی تاجیکستان در سالهای 1980-85 از ترس آنکه پسرش قربان قاچاقبران می شود، او را سال 2005 به روسیه به مهاجرت مهنتی فرستاد. تصمیم گرفته‌اش این پیرمرد را امروز بیمار قلب، ماتم زده و سر زبان مردم کرده است. سیدبگ یونوسوف، پسر 32 ساله او، با زن و فرزندش اول سال 2015 از روسیه به سوریه رفت و بعد 3 ماه آنجا کشته شد. امی روز شب ما هم بچه‌ها ایده است نمی کامیز است و ایده است به خانکا مسکاری کردیم که به همین دست نزنن. این می‌فهمید خیلی میشد نوب تو خانکا در می‌رفتن می‌موندن موزش در پیش خود بموند. سیدبگ یونوسوف از جمله همون 43 عائله است که طبق معلومات رسمی به سوریه رفتند. از این شمار 47 زن است که با 23 فرزند نابالغ خود زیر فشار مرد خانواده عازم سوریه شدند. مرگ سیدبگ دومین فلاکت در زندگی بابای سلام است. پسر بزرگ او اسلام‌الدین یونوسوف سال 2000 در تپه سمرقندی در مبارزه با نیروهای رحمان با تخلص گیتلر که افراطیان دینی دانسته می شدند به هلاکت رسید. برای بابای سلام در آن رزم همه مشخص و فهمه بود، اما نمیداند پسر خردیش از جانبی که و مقابل کی می جنگید. یک روز نمازهای همین چی بدن رمضان بود، یک کس اومد امیجا نماز بخونیم که بجا خیلی مفتون که بخونیم پیش نمیجا من و مرا اکل سنجایی من که مگه پیش بیم بعد اکل ما بشم جان رفتیم هم خونه زال کلو در نماز خوندیم همین یا که همین کشید. بعد همین همسایه گفت که الا بابای حاجی گفت همین تمخکم بعد صفحه بخیشت ها ما بدرو ما نمیدونم ها بدرو ما خیلی دلتی کن که خیلی دلتی کن نکن که از چی میاید. این پیرمرد را تقدیر 7 نبره‌اش و دختر و کلینش که در سوریه ماندند نگران کرده است. چند ماه می شود خط ارتباط با آنها کنده است. احتمال دارد کلینش طبق قوانین جنگجویان داعش دوباره شوهر کرده است. چه میکنه؟ کی نگاه بهشون میکنه؟ کی سرپرستشون میکنه؟ خود مجبورن که با هم جوای شو کنن یا که مثال خیلی کنه خیلی بگید یا ورد کی نگاه بهش میکنه؟ او زنکوی نیستن که رنگ شهری بگردن و خونه برومگی نیستن. دویم دارم دوری خونه بزرگی در همون جا خونه بروما نمیتونن. با جو سیدبگ دختری بابای سلام هم با شوهر و 4 فرزند خردسالش به هیئت داعش پیوستند. شیرخان مدخلوف، پدر 70 ساله مرادبگ مدخلوف، داماد بابای سلام میگوید فرزند بزرگ او که طبیب است با زن و فرزندش اول به مصر برای کار رفته است و بعدا به عراق سفر کرده به گروه دولت اسلامی پیوسته است. به نقلی او پسر بزرگش با زن و فرزندش زنده‌اند، اما پسر خردی او نظیربگ مدخلوف 2 ماه بعد از فرزند بابای سلام در سال 2015 کشته شده است. از این پای تیاره که علاقه تلفنی برقرار کردن که پدر ما را دعوتیم و مصر میرم. اول مصر میرفتم. بعدی 3 سالی که کلانش رفته با ایش رفت. ایش یک 3 ماه در علاقه نبود. ولی 3 ماه علاقه پیدا کرد. گفتی خیلی پیشی همین کی داریم. پیش کم داریم. بعد یک چند ماه پس که آواز آمد که گذشته شد. مسئولین جماعت دهات سیدقل توردیوف میگویند
ҳама сокинони ҷамоат ки ба сафи доиш пайвастанд аз русия ба хоки сурияву ироқ ворид шуданд. ҳолате ки имрӯза ин ҷавононе ки ба ин роҳ рафтанд мо ҳам ҳаракат мекунем ки роҳҳои ёфтан дар кор ки ақаллан фарзанду зану фарзанди онҳоро баргардонем. салом юнусов ки замони бригадири пешқадам буд имрӯз кунҷи хонаро маскан кардааст. кӯшиш мекунад камтар ба кӯча барояд, зеро ба чароҳҳои мардум ҷавобе надорад ва пурсишҳое низ худи ӯро пайваста азият медиҳанд.